أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، وسلم عليهم تسليما كثيرا. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم الأمين. نثار ارواح مطهره اهل بیت عصمت و طهارت و همچنین حضرت یحیای نبی علیه و علیهم السلام صلوات بلندی ختم کنید. از اونجا که امشب به نقلی شب شهادت حضرت یحیای نبی است و شهادت اون حضرت هم همانند آقا ابی عبدالله الحسین در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر بوده و سر اون حضرت را هم همانند آقا ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه از تنش جدا کردن، مناسب دیدم که مقداری در رابطه با این بزرگوار صحبت کنیم. خب، پدر حضرت یحیی که معروف است حضرت زکریا علی نبینا و آله و علیه السلام فرزنددار نمیشد. ازدواج کرده بود با خانمی به نام ایشاق و در بعضی از نقلها بین قوسین نوشتن بین الهلالین به اصطلاح نوشتن حنانه. شاید مقصودشون این است که معنای ایشاق در لغت عبری به معنای حنانه است، یا به هر دلیل دیگر بین دو پرانتز گذاشتن حنانه، ولی معروف است که اسمشون ایشاع است، خواهر حنه که مادر حضرت مریم است، که میگن پسر خاله حضرت مریم بوده. نقلی هم هست که مشهورتر هم هست، این است که پسر خاله خود حضرت مسیح بوده. منتها حضرت زکریا فرزنددار نمی شده و سن بالایی هم رسیده بوده و فرزنددار نشده. وقتی که قضیه رزق و میوه های بهشتی نزد مریم میبیند سلام الله علیها، که حالا پریشان در رابطه با مریم بود، یعنی در واقع شب ارتحال حضرت مریم بود طبق نقل ها. خب، وقتی این میوه های بهشتی را میبینه که میگن میوه هایی بوده که در زمستان میوه تابستانی، در تابستان میوه های زمستانی بوده که اطمینان بخش بوده که نمیشه از جای دیگر اومده باشه غیر از آسمان و بهشت. اینجا بود که میگن زکریا از خداوند سبحان هنالک دعا زکریا ربه، که طلب فرزند میکنه و خداوند سبحانم ملائکه‌ای میفرسته که او را بشارت بدن. میدونید سن زکریا اون موقع چقدر بوده؟ 120 سال. 120 ساله بوده که طلب فرزند میکنه و همسرش هم که ایشاق باشه میگن 98 سال داشته. 98 سال داشته و خداوند سبحان اراده فرمود که اون دو بزرگوار در این سن فرزنددار بشن. و خداوند سبحان در قرآن در رابطه با بشارت دادن به حضرت مسیح میگه ما ملائکه را فرستادیم که به او بشارت بدن، که حالا حضرت یحیی منظور بشارت بدن، که حالا بعدا عرض خواهم کرد، آیش هم خواهم خوند.
بشارت میدن که تو فرزنددار خواهی شد. بعد میگه که آیت من چیست در این سن من بچه دار بشم، که میفرماید که آیت که الله تکلم الناس 3 لیال، 3 شب صحبت نکن، که بعد میاد بیرون وحی میکنه به امتش که حالا بعداً عرض خواهم کرد. بنابراین این آیه که در ابتدا تلاوت کردم به یحیی میفرماید خذ الکتاب بقوه. حالا قوت علم و عمل است، تحقیق در کتاب است، تحقق از معارف است و رسیدن به اون معارفی است که در اون کتاب وجود داره، که انسان بیاد بررسی بکنه، تأمل بکنه، تدبر بکنه در کتابی که در دست دارد، که عرض میکنم چه کتابی است. و بعدش هم میفرماید که بل و آتیناه الحکم صبیا، در کودکی حکم، مقام حاکمیت که مقام ولایت است، که نشأت گرفته از نبوت است، به او عنایت کردیم که این سن کودکی است که سبب شد که این مقام عالی که داشت سبب شد که در همون سن کودکی این فرزند بزرگوار زکریا که یحیی نام دارد، و قرآن هم میفرماید لم نجعل له من قبل سمیا، که بازم اگر شد اشاره خواهم کرد به اون نبوت میده و میگن اولین پیغمبری است که در سن کودکی به پیغمبری رسیده. خب این که یحیی خدمت شما عرض کنم که در زمان حضرت مسیح بوده، نشانگر این است که این بزرگوار از انبیاء بنی اسرائیل است و مبلغ دین حضرت موسی و مروج تورات حضرت موسی بوده در ابتدا، چرا که در زمان حضرت مسیح قبل از مبعوث شدن حضرت مسیح دین و شریعت مستقله رب العالمین در اون زمان همون شریعت موسی بوده. ولی بعد از این که حضرت مسیح مبعوث میشه، که حالا یا پسرخالش بوده یا مادر حضرت مسیح مریم عذرا دختر خاله حضرت یحیی میشه، طبق 2 نقل این پیرو حضرت مسیح میشه، مبلغ دین حضرت مسیح میشه، با اینکه بزرگتره. یحیی حالا خیلی هم بزرگتر نیست، از 6 ماه تا 3 سال نقل کردن، بزرگتر از حضرت مسیح است، ولی پیرو دین حضرت مسیح است. در یک زمان انبیاء زیادی بودن در بنی اسرائیل، اینکه ما میبینیم زمان ما تا زمان آدم میگن حدود 7000 خورده سال بیشتر نیست. حالا این اسکلت هایی که قدیمی پیدا میگن چند میلیون سال عمر داره، اینا شاید مال انسان های قبل از آدم باشن، چون که اینطور نیست که آدم اولین بشری باشد که روی زمین است، نه، اولین انسان از نسل آخرینه، از نسل آخرین. و قبل از اون حالا از روایات استفاده میشه که خداوند سبحان ان الله خلق الف عالم و الف آدم و انت فی آخر تلك العوالم و اولئک الاوادم. بله، و لذا ما در نسل آخری هستیم. 1 میلیون نسل بشری بوده طبق این روایات. بعضی هم از انی جاعل فی الارض خلیفه استفاده کردن. این خلیفه جانشین کی؟ حالا معروف است میگن جانشین خدا دیگه، خلیفه خدا، خلیفه الله. بعضی هم میگن نه، جانشین انسان‌های گذشته بودن اینها، که انسان‌هایی بودن که اسمشون نسناس گذاشتن، به خاطر گناهان بسیار زیادی که کردن عذاب نازل شد، منقرض شدن، هی خلق میشد، هی منقرض میشدن تا رسید به آدم ابوالبشر که اولین انسان از نسل آخرین است. خب این 7000 سال، حالا بگو 8000 سال، 7000 خورده سال، بگو 8000 سال، حالا 124000 پیغمبر بوده. این 124000 پیغمبر حتما باید در یک عصر 10 ها، 100 ها، بلکه هزاران پیغمبر باشه تا اینکه 124000 گنجایش داشته باشه بفرستن برای 8000 سال. لذا میگن که بنی اسرائیل در میانشون انبیاء زیاد بودن، بلکه در بنی اسرائیل طوری بوده که بین الطلوعین آقا 70 پیغمبر میکشتن
بعد انگار برای تبرک بود، میرفتن مغازه‌شون باز میکردن بعدن بین طلوع از طلوع فجر تا طلوع خورشید. این 1 ساعت و نیم تقریبا زمانی که هست، تقریبا 1 ساعت و نیم با کم و زیادش مناطق مختلف، 70 پیغمبر روزی میکشتن. بعدم که انه تبرک کردن و میرن مغازه‌شون باز میکردن، انگار گوسفند جلوی مغازه‌شون کشته باشن. خلاصه در هر صورت اینقدر پیغمبر بوده که 70 پیغمبر رو در یک روز میکشتن. ولذا این بزرگواران خدمت شما عرض کنم که مبلغ شریعتی بودن که یا در زمانشون پیغمبرش مبعوث شده یا قبل از اونها بوده. چون ما 5 شریعت بیشتر نداریم دیگه، شریعت نوح و شریعت موسی و عیسی و ابراهیم قبل از موسی و خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و علیهم السلام. خب این 5 شریعت بوده و 124,000 پیغمبر. این پیغمبران هر پیغمبری بعد از نوح می آمده مبلغ دین حضرت نوح بوده، بعد از ابراهیم مبلغ دین حضرت ابراهیم، بعد از موسی مبلغ دین حضرت موسی و عیسی. بعد عیسی البته در زمانش چند تا پیغمبر بوده، بعد از اون فترة من الرسل شده. شاید حالا یک پیغمبری نقل میکنن میگن به نام خالد ابن سنان بوده، پیغمبر عربی بوده قبل از بعثت پیغمبر اکرم. این درش موردش یک روایت وجود داره، نمیشه در مورد مسائل اعتقادی با یک روایت چیز اثبات کرد، ولی روایت هست که شخصی به نام خالد ابن سنان پیغمبر بوده. اما بعد از حضرت مسیح دیگه اوصیاء حضرت مسیح بودن و پیغمبری دیگر نبوده مگر به تعداد انگشتان یا کمتر از تعداد انگشتان، هم انگشتان 1 دست هم، که یکیشو مثلا این خالد ابن سنان نقل میکنن. خب این بزرگواران مبلغ باید ادیان گذشته باشند دیگه. یحیی هم که از پیغمبرانی نیست که کتاب داشته باشه تا چه رسه به این که شریعت داشته باشه. لذا اون کتابی هم که عرض کردم که میگم خدمتتون، میفرما خود الکتاب بقوه، این کتاب میگن تورات بوده، یا مقصود جنس کتاب تورات به کتابهای آسمانی گذشته که قبل از اون یا بعد از اون نازل شده بوده. ولی خود یحیی کتابی مستقل در بیان احکام شرعی و دین خدا و عقیده و اخلاق و معارف نبوده، بلکه اون تورات بوده که در دستش بوده، یا حالا تورات و دیگر کتاب‌های آسمانی گذشته. ولی وقتی که حضرت مسیح مبعوث میشه دیگر تورات کنار میره به این معنی که دین خدا اون دینی نیست که در تورات تبیین شده، ولو در اصول و امهات مسائل با هم دیگر یکسانند. ادیان در اصول اولیه با هم دیگر فرقی ندارند. توحید همونه، عدل همونه، امامت همونه، نبوت همونه، قیامت همونه. در تشعبات فروع، در تفاصیل، در فروع دین، در نحوه و طریقه اتیان عبادات، نماز داشتن ما هم داریم، اما در طریقه نماز، در طریقه روزه گرفتن فروقی وجود داشته و تغییراتی به وجود میاد، علاوه بر مسائل تکاملی، معارف کاملتری که برای هر نبی بعد در واقع خداوند سبحان نازل میکنه. حالا این حضرت مسیح و حضرت یحیی در یک زمان بودند و شباهت‌هایی هم به هم دیگر داشتند. یکی این که در اینکه دوتاشون ازدواج نکردن، همسر نداشتن. یکی از وجوه مشابهت بین حضرت مسیح و یحیی این بوده که هر دو ازدواج نکردن. در مورد از یحیی میفرماید که و سیدا و حصورا، که این عرض کردم، ابتدا گفتم بعدا عرض میکنم. وقتی که زکریا اون میوه های بهشتی را که نزد مریم بود دیدند، از خدا همون موقع خواستن که فرزنددار بشن، خدا فرزند به او عنایت کنه. اونجا میگن که در یک روزی از روزها، بعد از اون یک روز از روزها در محراب عبادت بود، فنادته الملائکه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. که حصورا معنی این است که خودش حصر میکنه و ازدواج نمیکنه. مسیح هم همینطور بوده. حالا شرایط زندگی اون زمان برای این دو بزرگوار طوری بوده که برای تبلیغ دین باید همیشه در حال سفر می بودند، از این شهر به آن شهر، از این قریه به آن قریه. دیگه استقراری وجود نداشت که بخوان خانواده تشکیل بدن. به همین جهت میگن که
ازدواج نکرده. ممکنه جهات دیگری هم باشه، معروف اینه که اینو میگن. و در اینجا که میفرماید مصدقا بکلمت من الله، این کلمه چیست؟ آیا کتاب‌های آسمانی گذشته است یا مقصود نه حضرت مسیح است؟ تصدیق حضرت مسیح میکنه، چون مسیح میگه کلمت منه المسیح عیسی ابن مریم در قرآن میفرماید که به حضرت مسیح اطلاق کلمه میشه در قرآن. ولی کلمه به چه معناست این در جای خودش باید توضیح داده بشه. ممکن است مقصود این باشد که حضرت یحیی تصدیق حضرت مسیح میکند در نبوت مستقله و در شریعتش. دومین وجه شباهت با حضرت مسیح، یعنی یحیی و حضرت مسیح، در تولد اعجازگونه آنهاست که حضرت مسیح از مادری بدون پدر به دنیا آمده و حضرت یحیی هم از پدری 120 ساله و مادری 98 ساله. خب زمان بله یأس بوده دیگه، سن مادر بالاتر از یأس به تعداد زیادی از سنوات، پدر هم که 120 ساله، که جایی است که امید فرزنددار شدن درشون وجود نداره بعد از ناامیدی. ولی وقتی میبینه برای حضرت مریم اون رزق آسمانی آمده، از خدا طلب میکنه و خداوند سبحان به او عنایت میکنه. بعدم خداوند سبحان وقتی میبینه اعجاز آمیز مسئله دیگران براشون تعجب آور است، یحیی زکریا میخواد آیتی داشته باشه، نشانه ای داشته باشه، فرمود که برو بگو من 3 روز یا 3 شب من روزه هستم. آیت که لا تکلم الناس 3 لیال، بله 3 روز یا 3 شبانه روز الا مقصود باشه با مردم صحبت نکنی. میگه فخرج علی قومی و اوحى الیهم ان سبحوه، بر قومش خارج شد از محراب عبادتش، از مسجد وحی کرد. وحی کرد یعنی رمزی با اونها صحبت کرد. حالا یک وقتی باید در تو با وحی صحبت بکنیم. وحی چیست؟ چون وحی هم از خدا داریم، هم از انسان داریم، هم از شیاطین داریم. یوحون الی اولیائهم، بله در شیاطین هم میگه وحی میکنن. وحی چیه؟ خلاصه معنای وحی اینه، تفصیلش باید در جای خودش توضیح بدیم. خلاصه معنای وحی رسوندن معنا به مخاطب به صورت رمزی است. رمزی معنا را برسونه، حالا به قلبش برسونه، به هر طریقی به طرف برسونه، ولی طوری باشه که رمزی باشه دیگران نفهمن. این میشه وحی. اینم اومد حضرت زکریا از محراب که بیرون آمد، خب قرار بود روزه بگیره دیگه، لذا رمزی صحبت کرد، با اشاره بهشون فهمود که باید تسبیح خدا بگید. تا آخر آیه کار دیگه بحثمون در اون نیست. پس بنابراین یکی از وجوه شباهت این است که این دو بزرگوار به صورت اعجازی به دنیا آمدند. هر دو در سنین کودکی به نبوت رسیدند که در رابطه با یحیی عرض کردیم، آیه که در ابتدا تلاوت کردم میفرمایید یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا، در حال صباوت. چون پدرش هم وقتی که حضرت یحیی خردسال بوده به شهادت رسیده، حضرت زکریا را هم به شهادت رسوندن و خردسال بود، کوچک بود، 3-4 ساله شاید بوده که پدرش از دنیا رفته و او مبعوث شده به نبوت. و آتیناه الحکم صبیا. در رابطه با مسیح هم وقتی که حضرت مریم میاد و مسیح را میآوره، اونا اعتراض میکنن پدرت آدم خوبی بود، مادرت ما کانت امک بغیا، و او هم مأمور است به این که بگه من روزه هستم، روزه صمت، که البته در شریعت اسلامی روزه صمت دیگه مشروعیت نداره، فقط در ادیان گذشته بوده. صمت خوبه، سکوت کردن خوبه، نه به عنوان عبادت، نه به عنوان روزه‌ای که خداوند سبحان به عنوان یک عبادتی که انسان را به خدا نزدیک میکنه که باید قصد قربت بکنیم در اسلام باشه، نه اینطوری نیست. اما صمت مورد سفارش اهل بیت است، همچنان که عرفا هم به تبع اهل بیت عصمت و طهارت سفارش به صمت میکنن، سفارش به سکوت میکنن که علامت حکمت است. انسانی که کمتر سخن بگوید فکر بیشتر میکند، انسانی که کمتر سخن بگوید کمتر اشتباه میکنه، کمتر گناه میکنه. مثلا اون گناهانی که با زبون که میگن حدود 30 تا گناه از زبون جاری میشه، اینا دیگه اصلا ازش مسئول میمونه اگر صمت داشته باشه. اما به عنوان عبادت نداریم ما یه چیزی به نام صمت در شریعت اسلامی، بله در زمان گذشته بوده. لذا مریم هم مأمور به صمت است، صوم صمت، و میاد پیش قوم اشاره میکنه
میگه اشارت الیه فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، کسی که در گهواره است، کودک است، چطور ما با او سخن بگیم؟ خود حضرت مسیح جواب میده همونجوری که در گهواره است، قال انی عبدالله، نه اینکه نامم عبدالله است، نه، من بنده خدام، من بنده خدام، آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، میگه خدا مرا کتاب داده و مرا پیغمبر قرار داده است. بله این زمان کودکی. حالا آتانی الکتاب ممکن است این آتانی الکتاب مقصود آینده باشه، اما جعلنی نبیا انی عبدالله و این جعلنی نبیا حتما اون موقع پیغمبر بوده، روایات هم تثبیت میکنه مطلب را. اما آتانی الکتاب ممکن آینده باشه. چرا ماضی استعمال کرده؟ برای اینکه مضارع محقق الوقوع اشکال نداره که براش فعل ماضی به کار بگیرن، یعنی چیزی که 100% محقق میشه بیاد فعل ماضی براش به کار بگیرن. اشکال تو قرآن زیاد داریم از این قبیل، این مختص قرآن هم نیست، البته در علم بلاغه هم هست این مطلب. علمای علم بلاغه در بلاغه بیان کردند که چیزی که 100% آینده محقق میشه فعل ماضی براش به کار گرفت که اثبات بکنه که 100% محقق خواهد شد. مثالش در قرآن و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، بعد میگه و نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. نفخ فعل ماضی مجهوله دیگه، حالا نافخش همون اسرافیله، اما دیگه بحث سر نافخ نیست که نفخ میکنه، بحث در این است که یک نفخی خواهد بود. لذا خداوند سبحان خیلی از مواقع یک مسئله را که مطرح میکنه نمیاد بگه کی این کار رو کرده، مهم اون کاره، نه مهم اون کننده کار. کننده کار معیار نیست، معیار خود اون کار است که از اون کار عبرت گرفته بشه. حالا اینجا میفرماید و نفخ فی الصور، دمیده شد در صور، در بوق به قول معروف. بله همه مردم بیهوش شدند، فصعق من فی السماوات و من فی الارض، همه مردم و همه موجودات زنده عالم بیهوش شدند الا من شاء الله، البته که میان اهل بیت و پیغمبر و آل پیغمبر و بعضی از انبیاء گذشته و بعضی از ملائکه هستن، همه نیستن، بالله همه بیهوش میشن، بیهوشی که بدتر از مرگه. حالا این توضیحش باید در تفسیر این آیه بیشتر گفته بشه. خب خدمت شما عرض کنم که با وجود این که قیامت هنوز به پا نشده، معلومه 100 سال، 1000 سال، 10,000 سال، 1,000,000 سال چقدر باشه ما نمیدونیم قیامت کی به پا میشه، که البته از روایات استفاده میشه که خیلی باشه، هنوز خیلی مونده، چون امام زمان که میاد 2 برابر زمان غیبتش حکومت میکنه. درست 7 سال داریم، 8 سال داریم، 17 سال داریم در روایات، 9 سال داریم در بعضی روایات، اما بعضی از روایات هم میگه 2 برابر عمر غیبتش حکومت میکنه، که بعضی از بزرگان گفتن مقصود این است که در زمان رجعت امام زمان، این امام زمان هم رجعت داره، بعد از اینکه از دنیا میرن، حالا یا شهید میشن یا از دنیا میرن، ائمه دیگر میان حکومت میکنن، آخرش هم دوباره امام زمان میاد و حکومت میکنه امام زمان. یعنی علی غرار سایر الائمه، همچنان که ائمه دیگر در دنیا بودن از دنیا رفتن دوباره برمیگردن، امام زمان هم از دنیا میره و دوباره برمیگرده. در مرحله دوم 2 برابر عمر غیبتشون حکومت میکنن دیگه. امام حسین چقدر حکومت میکنه، اول من یرجع الحسین علیه السلام در روایت داریم چقدر حکومت میکنه که 400 سال و بیشتر از 400 سال در روایات هست. خب بنابراین تا قیامت زیاد مونده. در این حال میگه و نفخ فی الصور، نفخ شد، دمیده شد. اینجا میتونیم بگیم که و آتانی الکتاب یعنی که آینده بهم میده، چون 100% بهم داد، انگار که هنوز بهم داده الان کتاب، به این معنی ممکنه باشه. چون که در زمانی که در گهواره است شاید این کتاب دادن محقق نشده باشه، دلیلی نداریم بر اینکه این کتاب در اون موقع نازل شده بوده. یکی دیگر از خدمت شما عرض کنم که شباهت جسمانی بین حضرت مسیح و حضرت یحیی بوده که شاید یکی از ادله انس شدید حضرت مسیح به حضرت یحیی علیه السلام همین بوده که شباهت شدید به هم دیگر داشتن. بله با پیغمبر بودن، با هم بزرگ شدن، اینا سبب بوده. یک راه داشتن، رفیق راه بودن،
اینا اثر داره. ممکن هم است که یکی از اسبابش همین شباهت باشه که میگن وقتی که یحیی از دنیا میره، حالا یا مقصود این است که از دنیا رفته دوباره برگشته بعد شهید شده، یا نه بعد از همون شهادتش مقصود باشه که نقلا ازش استشمام میشه که دوباره از دنیا رفته باشه. خب میگه که وقتی از دنیا میره حضرت مسیح میاد و دعا میکنه، از بس که انس بهش داره میگه خدای او را زنده کن. حضرت یحیی میگه زنده میشه، از قبر میاد بیرون، رو میکنه به حضرت مسیح میگه ما تريد منی، چی از من میخوای؟ بله ما تريد منی. فقال له اريد ان تؤنسني كما كنت في الدنيا، میخوام انیس و مونس من باشی همچنان که وقتی در دنیا بودی انیس و مونس من بودی. فقال یا عیسی ما سکنت عنی حرارت الموت، گرمی مرگ از من هنوز نگذشته، آرام نگرفته. بعد تو دوباره اومدی و انت تريد ان تعيدني الى الدنيا و تعود علی حرارت الموت، دوباره میخوای گرمی مرگ به من بچشانی. فترکه فعاد الى قبره، او را رها کرد به قبرش برگشت. البته یک استشمام تنافی بین صدر و ذیل این روایت میشه که اول میگه زندش کرد، بعد میگه میخوای مرگ به من بچشونی. بعضی گفتن مقصود این است که در عالم برزخ اتصال برزخی پیدا کرد حضرت مسیح با یحیی و با او این چنین سخن گفت که میخوام زنده بشی، یعنی در عالم برزخ با او رابطه برقرار کرده و اینطور نمو که به دنیا اومده باشه. حقیقتا وقتی دید اینطوری یحیی اینطوری میگه رهاش کرد، همون در عالم برزخ خودش باقی بمونه. بعضی اینطوری تفسیر کردن، ولی در هر صورت این نقل هست و یکی از چیزهایی که نشون میده که انس شدید با هم دیگر داشتن حدیث معراج است. در شب معراج وقتی پیغمبر به آسمان میره، وقتی میگه من به آسمان اول رسیدم با فلان پیغمبر، دوم با فلان پیغمبر، سوم با فلان پیغمبر ملاقات کردم. در مورد آسمان دوم میگه با مسیح و یحیی ملاقات کرده. میگه که بله فلما ثم صعدنا الى السماء الثانيه فاذا فيها رجلان متشابهان. ما رفتیم آسمان دوم دیدیم دو مرد شبیه همدیگر هستن اونجا. گفتیم که فقلت من هذان یا جبرائیل؟ فقال ابن الخاله، دو پسر خاله هستن، یحیی و عیسی، که شباهتشو بیان میکنه دیگه. بعدش هم میفرماد که فسلمت عليهما وسلم علي واستغفرت لهما واستغفر لي وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. اینم یکی از وجوه شباهت که شباهت جسمانی باشه. یکی دیگر از وجوه شباهت بین یحیی و عیسی در اینه که هر دو را طاغوت زمانشون میخواستن بکشند، یکی موفق شدن دیگری شبه لهم، دوتاشون میخواستن بکشن. ولی حضرت یحیی را کشتن، سر بریدن. حالا اشاره‌ای به داستانش خواهم کرد که زیاد وقت نگیرم. و اما مسیح هم صلب کردند، اما کسی را صلب کردند که خداوند سبحان شباهتی به او نسبت به حضرت مسیح داد تا حضرت مسیح را نجات بده. که حضرت مسیح هدف داره، باید بمونه تا زمان امام زمان سلام الله علیه از آسمان بیاد پایین پشت سر امام زمان نماز بخونه. بسیاری از اهل کتاب به خاطر او ایمان بیارن. این یکی از حکمت‌های زنده موندن حضرت مسیح است. یکی از حکمت‌هاش هم این است که همه قبول بکنن که او زنده است، پس امکانم داره امام زمان هم زنده باشه. یکی از حکمت‌هاش هم اینه که کسی حالا خیلی از دیگران انکار میکنن وجود امام زمان را، میگن مگه میشه انسان اینقدر عمر بکنه؟ بابا شما مسیح را قبول دارید، امام زمان را قبول ندارید. حالا اون دیگه بحث خودش، بحث عقلی داره، هم بحث نقلی داره، هم جواب حلی دارد این شبهه طول عمر، هم جواب نقدی داره که دیگه باید در جای خودش بیان بشه. اما در رابطه با حضرت یحیی، خب مسیح را میخواستن بکشن که قرآن میفرماید که و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. شباهتی به وجود اومد، اشتباه کردن، خیال کردن همون مسیح هست و او را به دار آویختند. تا به امروز هم اونا میگن به صلب کشیده شده، ولی خب او نبوده. اما در تو با حضرت یحیی شهید امر به معروف و نهی از منکر است و همانند آقا ابی عبدالله الحسین که فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، با این عنصر اساسی دین خروج کردند و به خاطر این عنصر
عنصر مهم دین که در بعضی از روایات بالاتر از نماز شمرده شده، با اینکه نماز بالاترین عبادته، اما امر معروف و نهی از منکر بالاتر از نماز شمرده شده، برای اینکه نماز هم با امر معروف و نهی از منکر به پا داشته میشه. خب هم به خاطر این عنصر دین خروج کرد آقا ابی عبدالله الحسین، هم سرش را از تنش جدا کردند. یحیی هم همینطور بود، برای امر معروف و نهی از منکر به شهادت رسید و سرش را هم از تنش جدا کردند. میگن در بیت المقدس اونجا یک فرمان روایی بودی که از طرف رومان اون زمان مأمور پادشاهی بر اون منطقه بوده به نام هیرودس. بله، این یک برادری داره، از دنیا میره، با زن برادرش ازدواج میکنه، بعداً میبیند که دختر برادرش هم بسیار زیباست و هوس میکنه که با او هم ازدواج کنه، که دختر برادرش میگن هیرودیا نام داشته. خب کار نداریم، اسمشو کار نداریم. حالا میگه خبر به گوش یحیی میرسه. یحیی که میبینه که این ازدواج با محارم است و حرام است و زنای با محارم به شمار میاد، در مقابل اونا قد علم میکنه و اونا رو مفتضح میکنه که کار حرامی، اون هم در این حد که زنای با محارم باشد میخواد انجام بده. و تو زبونها افتاد این مطلب که این پادشاه این کار میخواد بکنه. بعد خب اینا رابطه نامشروع خودشون میخواستن برقرار بکنن. این پادشاه به اون دختر گفت که یه چیزی از من طلب کن. گفت که چیزی جز سر یحیی را نمیخوام، که کسی که ما را به سر زبون انداخت، سر او را میخوام. در اونها میگن یک سنت و رسمی وجود داشته که اگر پادشاهی گفت که چیزی از من بخواه که من انجام بدم، اگر ازش طلب کردن و انجام نداد باید از پادشاهی کنار بره، لذا به اون دختر گفت که خب چیز بزرگ طلب کردی، چیز دیگر بگو، سر یحیی میخوای؟ بزرگه. گفت که نه، من به غیر از اون چیزی راضی نمیشم. دید خودشو مردد دید بین این که پادشاه بمونه سر یحیی را ببره یا از پادشاهی کنار بره. پادشاهیم که نمیتونه کنار بره آقا، لذا حاضر شد که سر یحیی را از تنش جدا کنند. رفت عده‌ای فرستاد، در محراب عبادت بود در بیت المقدس در مسجد، او را آوردن حضرت یحیی را و در مجلس میگن جشن همین هیرودس هم بوده. حالا جشن هیرودس بوده نمیگه جشن چیش بوده، شاید جشن تولدش مثلا بوده، میگه جشن هیرودس بوده. خب میان در همون مجلس سر حضرت یحیی را از تنش جدا میکنن به خاطر نهی از منکر، اون وقت میگن خونش هم ریخته میشه رو زمین، خونش میجوشه و هیچگاه به آرامش نمیرسه مگر بعد از این که انتقام گرفته میشه. میگن تا 100 سال بعد بخت النصر، اونم جنایتکار بوده، اون طوری که بالاخره بعض وقتا خداوند نسبت از یک جنایتکاری با جنایتکار دیگری انتقام میگیره. میگه 70,000 نفر از بنی اسرائیل را میکشه، بعد خون حضرت یحیی به سکون و آرامش میرسه. خب بعضی هم نقل کردن که 70,000 نفر که کشت هنوز خونش میجوشید. یک نفر گفت که باید یک نفر دیگه هست، یک پیرمردی بود گفت یک پیرزن دیگر هست که باید او را هم بکشید شاید خون از جوشش بیفته. گفت بیاریدش برام. اون پیرزن آوردن، سرشو بریدن، خون از جوشش افتاد. بعد گفتن کیست؟ گفت همان زنی است که دستور داده بود که سر یحیی را ببرند. شخصی از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنه، میگه که خب اونایی که سر یحیی را بریدن تعداد اندکی بودن، چرا 70,000 نفر؟ میگه امام صادق فرمود برای اینکه این 70,000 نفر کسانی بودند که وقتی که خبر شهادت و سر بریده شدن یحیی را شنیدن همه خوشحال شدن و راضی بودن از این کار. ببینید در زمان پیغمبر به اهل کتاب میگه که شما اگر راست میگید فلم قتلتم انبیاء الله، چرا انبیاء خدا را کشتید؟ در حالی که اینا نبودن، که اینا راضی به عمل اجدادشون بودن، لذا اونا رو قاتل به شما آوردن.
که حالا در زمان ظهور امام زمان سلام الله علیه امام زمان میاد و کسانی که راضی به قتل امام حسین هستن اونا رو میکشه. چرا؟ چون که ما یک سنت و قانون الهی داریم. سابق یادم از چند سال پیش در منزلی که از دوستان، حالا خدمت شما عرض کنم که در منزل را عرض کردم خدمت دوستان که یک سنت تعلیم اونجا مفصل در تو با همین صحبت کردم البته دیگه، البته اون مفصل برای اون مجلس والله خودش چند تا جلسه میطلبید، من در یک جلسه مختصر کردم مطلب را خدمت شما عرض کنم. یک سنت است به نام سنت تعمیم. سنت تعمیم یعنی چی؟ یعنی اینکه کسانی که راضی به عملی هستن اینها محکوم به حکم همون عامل به اون عمل هستند. روز قیامت همونطور باشون رفتار میشه، دنیا هم انبیا و اولیاء اینطور رفتار باشون میکنن. ما ها نمیتونیم حالا فلانی راضی است به قتل امام، ما نمیتونیم بکشیمش، ولی اگر امام زمان بیاد این کار رو خواهد کرد. ولذا کسانی که راضی بودند به قتل یحیی اینا میگه شریک در قتل یحیی به شمار میاند، لذا اونها رو هم کشتند. یعنی بخت النصر جنایتکار آمد همه اونها رو کشت، ولو اینکه خودش جنایتکاره، اما خدا با جنایتکار رو از بین میبره که عرض کردم. حالا روایات در این زمینه متعدد هست، ولی خب من به همین مقدار اکتفا میکنم. فقط یک مورد در مورد امام حسین عرض میکنم. میگن آقا امام سجاد سلام الله علیه در مصادر مختلف اومده، هم بحار، هم موسوعات کلمات الامام حسین، هم مناقب آل ابی طالب و هم مصادر دیگر اینو نقل کردن. امام سجاد میگه وقتی ما با امام حسین از مدینه خارج شدیم به طرف مکه و از مکه به طرف عراق و کربلا، میگه فما نزل منزلا ولا ارتحل عنه الا وذكر یحیی بن زکریا. امام حسین در هیچ منزلی فرود نمی آمد و از اون مجلس خارج نمی شد مگر اینکه یاد یحیی بن زکریا می فرمود. و قال یوما، روزی از روزها فرمود، من هوان الدنیا علی الله ان رأس یحیی اهدی الى بغی من بغایا بنی اسرائیل. از پستی دنیا بر خدا، یعنی اینکه خدا ناچیز میشماره این دنیا را، از پستی این دنیا این است که سر یحیی پیغمبر را هدیه میدن به یک زن نابکار. این پستی دنیاست. اگر دنیا ارزش داشت، آیا ارزش داره این چیزی که دنیا که ارزش داره بیان سر یک پیغمبر را به یک زن زنا کاری بدن؟ این بی ارزشی دنیا ارزش داشت این به اینجا کشیده نمیشد. آخرت برای صلحاء گذاشتند. بعدم قصه خروج بخت النصر و کشتن 70,000 نفر را امام حسین میفرماید، بعد میفرماید که فقتل علیه 70,000 حتی سکن، تا خونش آرام گرفت، خونش دیگه نجوشید. بعد از اون میگن اگر خاک تله خاکم میریختن از بالای خاکا خون میزد بیرون. اینطوری بوده میگن در نقل ها اومده. خب بعد میفرماد که یا ولدی یا علی، امام حسین رو میکنه به امام سجاد سلام الله علیه، والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فیقتل علی دمی من المنافقین الكفرة الفسقة 70,000. همون عدد میفرماید خون من از جوشش نمیفته مگر بعد از آن که امام زمان بیاد 70,000 نفر از کفره فسقه منافق اینها را بکشه. اینا کیا هستن؟ ممکن یک عده رجعت بکنن، چون که یک عده از کفار و یک عده از من محض الکفر محضا برمیگردن که انتقام ازشون. یک عده از کسانی که در زمان امام زمان هستند و اینها راضی به قتل امام حسین بودند و هستند آینده، یعنی و اونها رو میکشند. حالا این خون امام حسین از جوشش میفته یعنی چی؟ حالا یا مقصود این است که خونی که در دل مؤمنین میجوشد به خاطر شهادت امام حسین سلام الله علیه اون وقت آرام میگیرد بعد از که 70,000 نفر میکشند، یا خونی که در تربت خالص قبر امام حسین سلام الله علیه احیانا در روزهای عاشورا میجوشه اون از جوشش میفته، یا هر دو، که وقتی که
امام زمان میاد به انتقام گرفته میشه، دیگه دلهای مؤمنین آرام میگیره، دیگه خونی که در دل بود از جوشش میفته. اون خونی که در خاک قبر آقا ابی عبدالله الحسین احیانا میجوشد، اون از جوشش میفته. دیگر نیازی به اعجاز نیست، حکومت الهی در اون زمان دیگر برقرار شده، ولذا نیازی نیست که خداوند سبحان دیگر اعجاز نشون بده. همه مؤمن شدن، اندکی هستن که اونام تحت ظل حکومت اسلامی زندگی میکنن، از آیات استفاده میشه، از بنی اسرائیل از یهود و نصارا باقی میمونند. چون میفرماید و اغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى یوم القیامه و القینا بینهم العداوه والبغضاء الى یوم القیامه. یکیشون برای مسیحیاست که برای یهودیاست، اغرینا مال مسیحیاست، القینا مال یهودیاست. خب اینا در ظل حکومت اسلامی زندگی میکنن، دیگه نیازی نیست که کرامت و معجزه نشون به مردم بدن.